در دوری هزاران کیلومتر از صحنه کابوس‌های خود در وطن و حلقه پیوندان نیز گلرخسار رافیه را وحشت 105 روز اسارت در یمن ترک نمی‌کند. و میگوید زیر ضربالت و با دست و پای زنجیربند در تهخانه‌ها و از ناامیدی چند بار قصد به جان خویش کرده بود. همکاران گلرخسار و صدها نفر از یمنی‌ها با طلب آزادی او به کوچه‌های معری می‌برآمدند و حکومت یمن از احتمال رهایی زود او خبر می‌داد، اما روزها و هفته‌ها پس هم می‌گذشتند. من یک سوراخه بود. من از اونجا همه وقت با اون سوراخه می‌نگریستم که یگان آدم ممکن با من نجات می‌دهد. من ممکن رقم میگفتم، زنگ میزد، میخواستم یگان نفره رو بینم و فریادش کنم و مرا نجات دهد. در دیوار خانه آدمربایان پرچم سیاه آویزان بود. آن به دل گلرخسار هراس میانداخت که شاید دیگر روی فرزندان و مادرش را نبیند. گلرخسار را هر هفته به جای دیگر می بردند، زیرا آدمربایان از افشا شدن مکان نگهداشت قربانی خود می ترسیدند. و میگوید بعداً از ربایندگان خود شنیده است که آن روز می بایست همه پزشکان و پرستاران خارجی مغرب از طرف این گروه ربوده می شدند. من سحر به کار رفته بودم، ساعت 7:30 بود. در راه نزد مسجد یک ماشین ایستادگی بود. من فکر نکرده بودم که آن ماشین برای من انتظار بوده است و آنها از ماشین با شست به من هجوم کردند و مرا کشاله کرده به ماشین در آوردند. با کلم با همون سلاحشان زدند و من با وجود همونم داد و وای کردم. یک بار دیگه زدند، بعد من بیهوش شدم، هیچ چی رو نمیدونم. ربوده شدن گلرخسار در 29 اکتبر سال 2014 زمانی به وقوع پیوست که یمن روز تا روز به بحران عمیق‌تر سیاسی فرو می رفت. اما به عقیده کارشناس امور خاورمیانه حسنی هاشمیان، ربودن خارجیان در یمن سابقه بیشتری دارد و از جمله برای القاعده و گروه‌های دیگر یک وسیله درآمد شده است. این نوع جابجایی که برای این خانم به این شکل اتفاق افتاده نشون میده که گروهی که ایشون رو بوده بود یک گروه بسیار حرفه‌ای و اطلاعات لازم در مورد این نوع ربایش‌ها داره و تجربات بسیار زیادی داره و مشخصه که به شکل بسیار حرفه‌ای این کار رو انجام میدادن. بنابراین انگشت اتهام در موضوع این خانم متوجه القاعده است که تاریخ مشخصی از آدمربایی را برای خودش در یمن داره. سرنوشت گلرخسار خطهای دیپلماتی را به حرکت آورد. وزیر امور خارجه تاجیکستان به همتای یمنی خود نامه فرستاد و از او پاسخ گرفت. سفیر تاجیکستان در قطر به صنعا سفر نمود. سفارتخانه‌های ما در جمهوری مصر عرب، در عربستان سعودی، در دبی، در قطر و دیگر نمایندگی هایی که ما در این کشورها داریم وظیفه‌دار کرده شدند که در دریافت شهروند کشورمون گلرخسار رافیه و اقدام نمایند. گلرخسار روز 10 فوریه سال 2015 در حال رها شد که مقامات یمنی طلب ربایندگان او را به اجرا رساندند. از این ماشین فرآمدم، من چخل با تاکسی شدم، خودم نمیدونم چخل دویدم با تاکسی شدم و با وجود همونم در ماشین با تاکسی شدم، خب جیم شدم، ما لباس های وای با چشم های بسته با لباس های سیاه و با من با بیمارخانه آورد. وقتی که من از ماشین فرآمدم، آن مرد گفت صبر کنید، یعنی یک دقیقه استید، من به شما بقیه فلوس پولتون رو دهم. من به هیچ چیز اهمیت نداده از ماشین فرآمده چنان دویدم به درون بیمارخانه، با آوازی با گریه با وای در آمدم که مرا نجات دید، در را پوشید، مرا نجات دید، گفته در آمدم. بازگشت گلرخسار به وطن برای خویش و نزدیکانش خوشخبری بود که آن را 105 شب و روز با دل پرغم و چشمان نم انتظار داشتند. نه تنها پدر و مادر، فرزندان و خویش و نزدیکان، بلکه همه ساکنان گذری که خاندان رافیه در آن زندگی می‌کند، بازگشت گلرخسار را با اشک شادی جشن گرفتند.
وقتی گلرخسار در اسارت بود برخی میگفتند او برای پول کلان به یمن رفته است. خود گلرخسار نیز این را رد نمی کند و میگوید میخواست صاحب منزل خود شود، زیرا 3 عائله در مسکن خرده زندگی میکنند. خواستم خانه خرم، لیکن مبلغم ما خواستم و بیایم خانه خرم، دیگر بر نمیگردم به یمن. لیکن من باز برگشتم اومدم، مبلغم کمی کرد، خانه خرده نتونستم. خواستم باز بر یمن برگردم، باز کار کنم، باز مبلغم بشود، صاحب خانه مبلغم کمی کرد. مهاجرت پزشکان تاجیک در جستجوی کار به خارج از ضمن شرایط اجتماعی و اقتصادی تاجیکستان به اندازه گسترده است که آنها آماده‌اند به کشورهای ناآرام نیز روند. روزگار سخت در چند سال اخیر زیاد از 10,000 پزشک تاجیک را مهاجر روسیه کرد. ولی مشکل گلرخسار آن هم بعد از شهرت یافتنش ممکن است حل شود. ما البته کمیسی جمعیتی است، اونم روزی نزدیک به معلمان اگر ارزی باشند ما اون که دوریم همه خیلی امکانات اوچاست که نظری حوالی که تامین میکنیم یکم مشکلات نمیشه. گلرخسار را همانا خاطره های یمن مشغول می‌دارند. در یمن تقریباً 200 پزشک و پرستار از تاجیکستان کار و زندگی می‌کنند. در گذشته 2 دفعه، یک بار در سال 2007 و بار دوم سال 2011 طبیبان تاجیک در اینجا ربوده شدند. در هر دو مورد گروگانگیران در عوض آزادی اسیران خود پول و از زندان‌های یمن آزاد کردن هم قبیله‌های خویش را طلب نموده، تنها با اجرای این شرط‌ها گروگان‌های تاجیک را آزاد کردند. تحلیلگر تاجیک غفار میرزایف میگوید وضع یمن هشدار می‌دهد که چنین قضیه‌ها می‌توانند تکرار شوند. در همین وضعیت نامعین باقی میماند. از همین لحاظ اگر وضع این پیچیده شده سیاسی با حل و فصل آمده رسد، اوضاع سیاسی آرام شود، البته این باعث بهبودی هم شهروندان داخلی کشور و هم آن شهروندانی که در این کشور برای فعالیت کاری آمدن نائل می شود. از سال 2010 تا ماه مارس سال 2014 در یمن 76 شهروند خارجی ربوده شده، چندین نفر آنها در عملیات نجات به هلاکت رسیدند. 2 روز بعد از آزادی گلرخسار، یک زن فرانسوی کارمند سازمان خیریه بانک جهانی در پایتخت این کشور ربوده شد.